جواب نمیتیه. فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم، یعنی پرابلم ندارم. بعضو مادر تا تجاوز کیسه است میخواد برای یهود جواب میزنه. خواهر مادر تا گپ یهود رفته است. چند تا مسلمان کشتی؟ اما مسلمان نکشته است. این قدر یعنی کیف میکنه من در خبر زده سای میگم که امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی و من آمادم برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیده؟ من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم، بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو را بکنیم. من آمادم، من راضیم. علاقه زیچی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم.